ساکنان جماعت دهات پلدارک ناحیه مسجح جشن نوروز فرخنده‌پی را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. برای تجلیل این جشن بین المللی به نوروزگاه دهه مذکور ساکنان و مهمانان سرشمار جمع آمده بودند. اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه مسجح حاضرین را به فرارسی جشن نوروز تبریک و مبارکباد گفت. قید کرده شد که مردم ما از قدیم الایام نوروز را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌کردند، زیرا این جشن که آغاز فصل زیبای بهار و موسم شکفتن‌های و ابتدای کشت و کار است و دل خرد و کلان شادی و فرح می‌آورد. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عنوان بین المللی را کسب نمودن نوروز امکانیت فراهم آورد که آن در تمام عالم از جمله در کشور ما با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شود. ما امروز شکر استقلالیت میکنیم که در سراسر مملکتی ما کشور عزیز ما تاجیکستان ایدهای نوروزی با تنتنه جشن گرفته میشوند و شماری هزارها آدمان در یک روز آمده در اینجا گشتگی کمربندی و گشتگی ملی تاجیکی را تماشا میکنند. با این چاره‌بینی ایدانه اساساً ساکنان برای تماشای مهارت گوشتینگیران سرجم آمده بودند. در مسابقه گوشتین نوروزی که از روی نمود گوشتین کمربندی راه اندازی شد، بیش از 300 نفر پهلوانان از همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، شهر دوشنبه، ولایت ختلان و جمهوری همسایه ازبکستان اشتراک نموده ملکه مهارت خود را نشان دادند و با پرتافت و اصول‌های زیبا هواداران گوشتین را بالیده راه نمودند. biz qo'shni O'zbekiston Respublikasidan keldik. ما بیش از 10 نفر به این چاره‌بینی نوروزی ساکنان ناحیه مسجح از جمهوری ازبکستان آمدیم. اینجا ما را خوب استقبال نمودند. مسابقه بین پهلوانان شفق‌آور و تماشاباب ادامه دارد. از این مهمانداری پذیرایی ساکنان ناحیه مسجح بسیار خرسندیم. یکی از فضیلت‌های نوروز این است که مردم را به هم متحد می‌کند. باوری دارم ورزشکاران جمهوری ما مهارت خوب نشان داده صاحب تحفه‌های خاطروی این مسابقه می‌شوند. در این چاره‌بینی ورزشی همچنین پهلوانان در نمودهای بندکشی و وزنبرداری ملکه مهارت خود را نشان دادند. غالبان این چاره‌بینی ورزشی نوروزی با تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند.